سرهنگ مکنزی حالا نامه‌ای را که ژنرال برایش فرستاده بود می‌خواند و می‌فهمد که ویلیامز درست می‌گوید. او به ویلیامز می‌گوید که کار خیلی خوبی انجام دادی. سرهنگ مکنزی تمام سربازانش را فراخواند و به این ترتیب به لطف ویلیامز جان بسیاری از سربازان نجات یافت. بعد از این ویلیامز پیش برادر تام بلک می‌رود و به او می‌گوید که برادرش هم با او بوده، اما حالا دیگر در این دنیا نیست. اگرچه برادر تام احساس غم و اندوه می‌کند، اما به برادرش نیز افتخار می‌کند زیرا او برای کشورش جان خود را از دست داده است. ویلیام حلقه ها و زنجیرهای تام را دارد. او نامه را به برادرش می‌دهد و همچنین به او می‌گوید که همانطور که تام گفته بود، نامه‌ای برای مادرت خواهم نوشت تا مادرت بداند که او در آخرین لحظات زندگیش تنهاست. در پایان ویلیام را می‌بینیم که به تنهایی به سمت درختی می‌رود، زیر درخت می‌نشیند و عکس‌های همسر و دخترش را از جیبش بیرون می‌آورد. آن را بیرون می‌آورد و شروع به نگاه کردن به آن می‌کند و با این حرف داستان تمام می‌شود.